أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الجهادی، یعنی کتاب در مسئله جهاد. پس ما و شما از این کتاب آیت هایی که درباره جهاد هست گرفتیم و در قسم حدیث ها هستیم که چند از حدیث های در موضوع جهاد را برای شما تقدیم و پیشنهاد گردانیدم و درس امروزه من از حدیث 1327 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیث 1327 میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الخیل معقود فی نواصیها الخیر الى یوم القیامة، یعنی اسبها، الخیل یعنی که اسبها معقود فی نواصیها الخیر، یعنی بسته شدگی است در پیشانی هایشان خیر، الی یوم القیامة، تا به روز قیامت. یعنی اسبها در پیشانی هایشان خیر بسته شدگی است تا به روز قیامت، یعنی در اسب خیر است. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1328 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن عروة البارقی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از عروه بارقی رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامة الاجر والمغنم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید اسبها بسته شدگی هستند در پیشانی هایشان خیر تا به روز قیامت. آن خیر چی است؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث آن خیر را بیان میکند، میگوید الاجر، یعنی آن خیری که در پیشانی اسب هست یا با اسب هست، آن خیر یکم پاداش است، ثواب است. والمغنم، دوم آن خیر غنیمت به دست آوردن هست. یعنی چی؟ یعنی که اسبها وقتی نگهداری می شود برای جهاد کردن بر ضد دشمنان الله و رسول استفاده برده می شود، پس آن اسبها برای صاحبانش پاداش می آرد، برای صاحبانش غنیمت می آرد که کافرها را می زنند، مالاشان غنیمت می گیرند. پس این خیر در اسبها همراه است، یا در پیشانی اسبها است، یا در اسبها این خیرها وجود دارند. پس علما میگویند که آیا همه اسب این خیر وجود دارد یا فقط همون اسبهایی که در جهاد استفاده می شود؟ بعض علما میگویند همه اسب همین خیر را دارد اگر صاحبش استفاده ببرد در کار در جهاد. اما بعضی میگن که نه، همون اسبایی که مخصوص در جهاد استفاده می شود، پس اون اسبا است که در پیشانی هایشان خیر بسته شده است و آویزان است. این حدیث متفق علیه است. این دو حدیث دلالت میکند برای خیر بودن در اسب و برای خیر اسب با خیرها یک جا می باشند. بعد از این حدیث 1329 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله
در زیر حدیث 1329 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو هریره رضی الله عنه میگوید گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من احتبس فرسا فی سبیل الله ایمانا بالله و تصدیقا بوعده، یعنی هر کسی که من احتبس، هر کسی که نگاه و بین بکند، نگهداری بکند، فرسا فی سبیل الله، اسب را در راه الله جل جلاله، یعنی هر کسی یک اسب را در راه الله نگهداری بکند، ایمانا بالله، آن نگاه دارنده اسبی در راه الله ایمانی به الله داشته باشد، و تصدیقا بوعده، و قبول داشته باشد وعده های الله، وعده های را که الله گفته است، وعده های داده الله دا تصدیق و ایمان داشته باشد، فإن شبعه، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه هر آینه خوردنی اون اسب، یعنی اسب رو وقتی که سیر میکند، و ریه، و نوشیدن اسب، یعنی وقتی که اون انسان نگاه و بین کننده اسب وقتی که اسب را آب میدهد، و روثه، حتی تپک اسب که یگان تپکی که میکند اون را از زیرش جمع بکند، و بوله، حتی پیشابی اون اسب فی میزانه، به اندازه اینها در ترازوی اعمال اون انسان، به وزن همینها در نامه اعمال اون انسان اجر و پاداش نوشته می شود یوم القیامتی، در روز قیامت، فی میزانه یوم القیامتی، یعنی همه اینها در نامه اعمال اون شخص اجر و پاداش به اندازه وزنشان نوشته می شود. یعنی که این حدیث دلالت می کند به فضیلتی اسب را در راه الله نگاه کردن برای جهاد با دشمنان الله. وقتی که اسب را سیر میکنانی، وقتی که مینوشانی، وقتی تپکش تازه میکنی، تای پاش تازه میکنی و پیشاب میکند تای اون را تازه میکنی، همه به اندازه وزنی همه اینها در نامه اعمال اون نگاه و بین کننده اسب ثواب پاداش نوشته می شود. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این سه حدیثی که حالا خواندیم، این سه حدیث درباره اسب بود و فضیلت اسب در راه الله نگاه کردن و برای جهاد نگاه کردن اسب‌ها چی فضیلت و چی خیر را برای صاحبش، برای نگاه بین کنندهش می آورد. این بود حدیث 1329 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1330 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1330 در کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابو مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم بناقه مخطومه، میگه آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا آورد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم شتر را که مخطومه بود، یعنی شتری که لجام زدگی بود، شتری را که در سرش بند کشیدگی بود، با اون بند آن شتر را نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد. اصلا مخطومه اون را میگویند که ربط حبل بانفه، یعنی که آن شتری که صاحبش بند را در بینیش بستگی است. بعضی حیوانات را که در بینیش بند میبندند، آهن میمونند و بند میبندند، همین را میگویند مخطومه. پس میگه مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد
با شتری که مختومه بود، در بینیش بند بود برای نگاه کردن شتر که این طرف اون طرف نرود. فقال، پس میگه اون مرد گفت هذه فی سبیل الله، گفت انا همین شتری من در راه الله. میگه شترش در راه الله بخشید، در راه الله داد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لک بها یوم القیامت 700 ناقة كلها مختومة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لک بها، یعنی داده می شود بر تو در روز قیامت بجای این شترت، بها یعنی بجای این شتری که تو در راه الله دادی، 700 ناقة، 700 شتر داده می شوی در روز قیامت. یک شتری که در راه الله دادی، در عوض یک شترت الله جل جلاله برای تو 700 شتر میتید. کلها مختومه، همه آن 700 شتر مختومه است، یعنی لجام داشته، لجام دارن یا در بینی هاشون بند بستگی هست برای این طرف اون طرف بردنش آسان شدن. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این حدیث فضیلت یک شتر را در راه الله بخشیدن و دادن، که وقتی که یک شتر را در راه الله میدهی، الله جل جلاله در روز قیامت برایت 700 شتر میدهد. یعنی یک به 700 هست، یکی دادی الله جل جلاله 700 برای تو در روز قیامت میدهد. این بود حدیث 1330 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1331 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1331 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی حماد، یعنی از ابو حماد، و یقال ابو سعاد، و بعضی میگن که ابو سعاد است، و یقال ابو اسد، بعضی میگن همین ابو اسد است، و یقال ابو عامر، باز بعضی میگن ابو عامر است، و یقال ابو عمرو، بعضی میگن ابو عمرو است، و یقال ابو الاسود، و بعضی میگن ابو الاسود است، و یقال ابو عبس، بعضی میگن ابو عبس است. یعنی که این لقب‌های عقبة ابن عامر الجهنی رضی الله عنه است که در بارش اینقدر قولها هست که بعضی این طور و بعضی آن طور لقب گذاری یا که لقبهایشان را ذکر میکند. پس این راوی نامش عقبه ابن عامر جهنی است رضی الله عنه که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین عقبه ابن عامر جهنی میگوید که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را و هو علی المنبر یقول، یعنی در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر بود، پیغمبر میگفت که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، سوره انفال آیت 60. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر میگفت که و اعدوا، یعنی آماده سازید، آماده باشید، لهم یعنی بر ضد دشمنان دین، بر ضد دشمنان شریعت، ما استطعتم من قوه، یعنی که به اندازه ای که استطاعت دارید از قوت، آنقدر قوت و توانایی دارید، یعنی که قوت و تواناییتون شما آماده سازید. همیشه باید شما آماده باشید و همیشه باید شما تیار باشید برای بر ضد دشمنان الله و رسول جنگیدن. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آماده باش را شرح داده بیان میکند، میگوید الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3 بار تکرار کرد، گفت که آگاه باشید هر آینه نیرو و قوت این تیراندازی هست، آگاه باشید هر آینه نیرو و قوت این تیراندازی هست، آگاه باشید هر آینه نیرو و قوت این تیراندازی است. یعنی که همین چیزی که الله سبحانه و تعالی میگه شما آماده باشید برای
بر ضد دشمن، این میگه تیراندازی است. یعنی تیراندازی را یاد بگیرید، تیراندازی را بدانید که هر زمان لازم شد پس شما این کسبتان را، این هنرتان را نشان بدهید که دشمنان الله و رسول و دشمنان دین را با تیراندازیتان نیست و نابود یا مغلوب بگردانید. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این حدیث دلالت میکند برای مسلمان باید تیراندازی، نیزه اندازی را برای خود کسب بکند یا یاد بگیرد و بیاموزد. این بود حدیث 1331 که این را امام نووی رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1332 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله میگوید و عنه قال، یعنی از عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، همین عقبه ابن عامر جهنی میگوید شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگوید ستفتح علیکم ارضون، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که به زودی فتح کرده می شود برای شما سرزمین های فراوان، بسیار سرزمین ها را شما ای مسلمان ها به زودی فتح میکنید. چطوری که ما و شما از تاریخ میدونیم بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر سرزمین های زیاد را اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتح کردند و در زیر شریعت الهی جاری کناندن یا در زیر شریعت الله آوردن و حکم الله را در اون سرزمین ها جاری و سرقانون و حکم فرما گردانیدند. و یکفیکم الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید کفایه میکند شما را الله، یعنی کفایه میکند شما را الله جل جلاله از شر و بدی دشمنان. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ میکند، نگاه میدارد از بدی و از کید و فریب و نیرنگی دشمنها. پس شما بسیار زمین ها را فتح میکنید. فلا یعجز احدکم ان یلهو باسهمه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید فلا یعجز احدکم، پس کوتاهی نکند کسی از شما، یگان تا شما کوتاهی نکنید، ان یلهو باسهمه، این که بازی بکند یا تمرین بکند با تیرهایش، با نیزه هایش، یعنی آن تیرزنی و نیزه زنی را وقتی که عادت کرد، یاد گرفت، پس کوتاهی نکند که اون را فراموش کند، این را تمرین بکند، این را تطبیق بکند، این را بازی بکند تا اینکه در ذهنش یا این هنر یاد گرفتهش با اون انسان باشد، باز فراموش نکند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1333 کتاب ریاض الصالحین، و عنه قال، یعنی که از عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من علم الرمی ثم ترکه فلیس منا او فقد عصا. همین عقبه ابن عامر جهنی رضی الله عنه میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من علم الرمی، هر کسی که یاد گرفت تیراندازی را، هر کسی که رود تیراندازی را یاد بگیرد، ثم ترکه، بعد از یاد گرفتن تیراندازی را ترک کند، دیگر تمرینش نکند، دیگر تیراندازی نکند، فلیس منا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس او از ما نیست. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرزنیش میکند انسان را که تیراندازی را یاد میگیرد و بعد فراموش میکند، بعد ترکش میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فلیس منا، اون از ما نیست. او فقد عصا، یا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که واقعا اون انسان معصیت و نافرمانی کردگی است. پس انسانی که وقتی که تیراندازی را یاد میگیرد باید اون را تمرین کرده بیستد تا اینکه فراموش نکند، روز برای به فایده دین الله، به فایده شریعت خدمت انجام بدهد.
رواه مسلم. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1333 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1334 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث میگوید و عنه رضی الله عنه قال، یعنی که از عقبه ابن عامر جهنی رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. عقبه ابن عامر جهنی میگوید از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که پیغمبر میگوید ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنه. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر آینه الله جل جلاله داخل جنت میکند با سبب یک تیر، یعنی یک تیری که انسان در راه الله میزند، به سبب اون یک تیر الله سبحانه و تعالی 3 نفر را داخل جنت میگرداند. یا به سبب یک تیر الله جل جلاله 3 نفر را داخل جنت میگرداند. اون 3 نفر کی است؟ یکم صانعه یحتسب فی صنعته الخیر، یکم سازنده اون تیر، یعنی هر کسی که تیر را می سازد، یحتسب فی صنعته الخیر، یعنی قصد میکند در ساختن اون تیرش خیر را، مقصدش از ساختن اون تیر خیر است، یعنی در راه خیر استفاده بردن، نه برای کشتن انسانهای بیگناه و نه برای کشتن یک مسلمان و نه برای کشتن یک کسی که اون در اسلام خونش محفوظ است، برای اون نی، بلکه برای استفاده بردن برای خیر. هر کسی که تیر می سازد اون انسان داخل جنت می شود. یکم و رامی بهی، دوم یعنی زننده آن تیر، یک کسی که در راه الله یک تیر میزند یا یک کسی که اون تیر را میگیرد باز در راه درست و سالم استفاده اش میبرد، پس این تیر زننده هم همچنین داخل جنت میشود. 2 کس شد. سیوم و منبله و منبله، و منبل یعنی کسی که به دستی تیرانداز تیر میدهد. منبل اون کسی را میگویند که مثلا یک کس می ایستد، بگیم اون سلاح در دستش است برای تیر زدن، یک کسی دیگر یاردمش میکند، وقتی تیر خلاص میشود تیرش میتید، پس همین انسانی که تیر میدهد آن را، این انسان هم داخل جنت میشود. پس الله جل جلاله به سبب یک تیر 3 نفر را داخل جنت میگردانده است. یکم تیرساز، دوم تیر زننده، سیوم منبیل، یعنی که کسی که تیر را برای تیر زننده میدهد که آن بزند. این 3 کس داخل جنت میشدند. بعد از این پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که ورمو ورکبو، پیغمبر میگوید تیراندازی بکنید، تیراندازی را بیاموزید، ورکبو و سوارایی بکنید، سوار شوید، یعنی همچنین شتر و اسب دوانی را یاد بگیرید. و ان ترمو احب الی من ان ترکبو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه از این 2 کار، یعنی که از تیراندازی و شتر و اسب سوار شوی را یاد گرفتند، میگوید از بین این 2 تا برای من محبوبتر و بهتر و ان ترمو، شما تیراندازی را یاد بگیرید، احب الی من ان ترکبو، پیغمبر میگوید محبوبتر است برای من از سوارایی یاد گرفتند، از سوار شدن یاد گرفتند برای من دوست داشته تر و محبوبتر این است که تیرزنی را یاد بگیرید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و من ترک الرمی بعد ما علمه رغبتا عنه، یعنی هر کسی که ترک بکند تیراندازی را بعد از اون که یاد گرفتگی بود، رغبتا عنه یعنی بی رغبتی درباره تیراندازی بکند، به اهمیتی درباره تیراندازی بکند، فانها نعمت ترکها، پس هر آینه وی نعمتی است که این انسان ترکش کردگی است. یعنی این انسان یک نعمت بزرگ را ترک کرد. وقتی که تیراندازی را کدام انسان یاد میگیرد و بعد ترکش میکند، پس این انسان یک نعمت بزرگ را ترک کرده است. او قال، یا میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که کفرها، یعنی ناپسندی کردگی است.
یا ناسپاس گذاری کردگی است انسانی که تیر اندازی را یاد میگیرد و بعد این تیر اندازی را ترک میکند. انسان وقتی که یاد میگیرد باید همیشه اون رو تمرین بکند تا اینکه در ذهنش باشد، روز به فایده اسلام و مسلمان ها استفادهش ببرد. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1334. بعد از این حدیث 1335 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1335 میگوید و عن سلمة بن الاکوع رضی الله عنه قال، یعنی که از سلمه ابن اکوع رضی الله عنه روایت است که گفت مر النبی صلی الله علیه و سلم علی نفر ینتظلون، میگه گذشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزد گروه قومی که ینتظلون، یعنی که اونها مسابقه تیراندازی میدادن، مسابقه تیراندازی میکردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نزدشون گذشت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن قومی تیرانداز را گفتند که ارمو بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که تیراندازی کنید ای فرزندان اسماعیل، ای فرزندان اسماعیل شما تیراندازی بکنید. فان اباکم کان رامیا، پس هر آینه پدری شما تیرانداز بود، پس شما ای فرزندان اسماعیل همچنین تیراندازی بکنید. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیث 1335 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1336 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1336 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عمرو بن عبسة رضی الله عنه قال، یعنی که از عمرو بن عبسه رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتند من رمى بسهم فی سبیل الله، یعنی هر کسی که رمى بسهم، یعنی که تیر باندازد به یک تیر در راه الله، یعنی هر کسی که تیر باندازد یک تیرم باشد در راه الله، فهو له عدل محررتین، پس همین تیراندازی اون انسان برای اون انسان تیرانداز عدلو، یعنی برابری محرره هست، یعنی برابری آزاد کردن یک برده هست. یک خدمتگار را وقتی که انسان آزاد میکند در راه الله، از بردگی آزادش میکند، چقدر ثواب میگیرد؟ پس یک تیر را در راه الله زدن به مثل انا همین یک برده را آزاد کردن ثواب دارد. الله اکبر. پس ببینید این چند حدیث های در آخر بوده، تقریبا 4-5 حدیث آخری که حالا خواندیم، اینها همه دلالت میکند برای تیراندازی را آموختن و تیراندازی کردن و فضیلت یک تیر در راه الله زدن چقدر ثواب و اجر و پاداش دارد. حتما این تیراندازی ها باید در راه جهاد شرعی استفاده شود، نه در راه جهادهایی که با نام جهاد هستند یا جنگهایی که با نام جهاد هستند. نه، همون جهادی که به طبق گفته شریعت انجام شده باشد، انا همون جهاد ده هر کسی که یک تیر میزند یا هر کسی که تیر میسازد یا هر کسی که تیر میدهد انسان تیر زننده را، پس اینها همه داخل جنت میشوند و اینها اینقدر ثواب و پاداش را به دست میآورند. رواه ابو داوود و ترمذی، و این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی میگوید که حدیث حسن و صحیح می باشد. این بود حدیث 1336 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1337 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله این حدیث 1337 را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.